حضرت عجیب عادتی داشتند. باری در کوچه های مدینه می گشتند و ناگاه دیدن یک مرد همراه یک زنی در کوچه بسیار نزدیک ایستاده و صحبت دارند. حضرت عمر را این عمل این جوان پیسر و این جوان دختر بسیار ناراحت کرد. در دستش یک شلاق داشت، یک دره داشت. آمد و با پشت این مرد یک ضربه زد. گفت این مرد گفت بنده خدا، از پروردگار حیا نداری؟ آیا جای صحبت نیافتی؟ شما کوچه های مدینه را برای خود جای صحبت اختیار کردید. چگونه که امروز جوانای مسلمان ما هم این که قبلا در روزها بود، امروز در مردم ما و شما مردم مسلمان، اولاد اجداد من مسلمان، دست در زیر کشی زن کوچه به کوچه سیر میکند. ای بس، به خدا قسم شرم است. این جوان مردی نیست. این نشانه او را ندارد که تو زنی خودت را دوست می‌داری. این نشانه او را ندارد تو محبتی بر زن داری. من جانب دارم که تو زن تا دوست دار، زنت را احترام کن، لیکن این احترام ندارد که تو در قد کوچه دست در زیر کشی زن و به چشم هزارها مرد مسلمان نمایان میکنی. و خدا بجز از تو یگان خطر و ضرر در مردم مسلمان پیدا نمی شود. من باوری کامل دارم همون زمان دستش در زیر کشی تو هست، لیکن وای تو دشنام کرده برده ایستاده ای. یا شاید نیم ساعت بعد هر دو شما در همون جا یک قهر و یگان مناظره و یگان جنجالی را در همون راه برپا کنید. یا شاید قسمی شب نه پدرش ماند، نه مادرش ماند، نه خواهرش ماند. شاید یک هفته بعد تو وای از خانه پیش کنی. این دروغ است. این زیر کش کردن معنای محبت را ندارد. برادر عزیز و گرامی، شما اگر مدنیت میخواهید، شما پیشرو میخواهید، اگر شما گویید که ما در عصر 21 زندگی داریم، امروز کیهان در بالای مهتاب می نشیند، علم ترقیات کرده است، اگر شما این خواهید، من برای شما قسم به خدا این خبر می دهم. سخن فردوسی بزرگ است. زنان را بس است، زنان را بس است، همین یک هنر نشینند و زاین شیران نر. این بهترین توصیه از جانب فردوسی است. برادر عزیز و گرامی، زن مادر است، زن دوست دار، زن تا احترام کن. به قدری زن در از پاسبان خانت است، لباس شویت است، از راه های حرام نگاهت می‌داره، برای تو فرزندای خوب و زیبا به قدرت پروردگار می‌زاید. لیکن معنی را ندارد که در زیر کشی تو کوچه به کوچه. من به خدا قسم همین منظره ها را می‌بینم، بسیار ناراحت می‌شوم، بسیار ناراحت می‌شوم. راستی بار حتی خدا کند جوانهای را پیدا کند که همونها را پیش راهشون نگیرند، با طریق سیاست نه، با طریق دهشت و دشنام نه. همین قدر گویند که این نه سنت باباییت است نه سنت پیغمبرت است. این از شما به شما هیچ فایده هم نمیبخشد. خواهر عزیز، دادر عزیز، میلش برآمدن شما به کوچه هیچ ممانعتی ندارد وقتی اگر شما از قاعده و قانون اسلام بیرون نشوید. لیکن پهلو به پهلو صحبتتان کرده رفتن گیرین، دستاتان از زیر کشی یکدیگر خلاص کنین. این عیب است، شرم است. برادر عزیز و گرامی، حضرت عمر رضی الله عنه که حبیب خدا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین و عز علیها بالنواجذ ما را امر میکند، ما را سفارش میدهد. معلمان، رهبرمان، مهربان برای امت، گریه کننده کل شب برای امت، شفاعت کننده کل امت های گناهگار در روز قیامت میگوید همیشه با سنت من پایبند باشیم، از سنت من دور نرویم، همیشه چهاریار من هر چیزی که شما را امر کردن اجرا کنید. حضرت عمر ناراحت شدند، شلاق بر پشت این مرد زدند، گفتن آیا این کوچه جای جمع شدن شماست؟ آیا شما وقتی صحبت میکنین با یکدیگر میدان این جامعه از صحبت شما خراب میشود، پراکنده شوید. گفت این مرد سیاست عمر دیدگی آدم، وقتی شیطان که از سایه عمر میگریخت
انسان دیدگی عمر را یک هیبت او را فرا می گرفت. دیدگی آدم از هیبت و از جسارت و غیرت عمر وجودش لرزه می گرفت. برای چی بود؟ به خاطر که عمر از خدا می ترسید. وقتی آدم از خدا ترسد کل مخلوقات از او می ترسد. ببینید من این قصه را اینجا گذارم، یادم آمد، خدا رحمت کند صاحبای کتاب و گاه یگان قصه هاشون میخوانیم از کتاب هاشون. یک جوانی بود میگوید در قد راه می آمد، در زیر بغلش یک شیشه عرقی داشت. ولی امروز مسلمان های ما در جیودان همان زیباگیش قرآن است، قرآن وجود ندارد. لیکن در جای قرآن عرقی که وی دوزخ میبرد، عرقی که خوردن او گناه است، عرقی که او را خدا امر کرده از خانه و از شکمتان دور کنید، وی برای زیباگی در خانهش برده گذاشته است. در زیر بغلش یک شیشه عرق می آمد. وقتی که رو بروی حضرت عمر آمد، این جوان پا و دستش شکست که عمر با او رو برو می شود. برادر عزیز گرامی، وقتی آمد دیگر شاید فشار خون این جوان غلط دیده بود، دیگر در چهره خون نمانده بود. لیکن بدل چی گفت؟ پروردگار را گفت اگر مرا از عمر خلاص گردانی، قسم به خدا که به این حرام کرده تو تا زمانی که حیات دارم نزدیک نمی شوم. خدایا مرا از این عمر خلاص گردان. وقتی نزدیک آمد عمر گفت جوان عزیز زیر بغل چی داری؟ گفت زیر بغل همین شیشه عرق که در بغلش بود. گفت دیگر خودش را گم کرد. گفت سیرکا دارم. سیرکا هست. سیرکا را شما میدونید اکسوس میگیم، سیرکا هست. گفت حضرت عمر سخن این جوانه گوش انداخت. گفت از بغلت بیرون کن. گفت تا که من بینم. این جوان که از صدق توبه کرده بود و سوی پروردگار مراجعت کرد، از تحت دل که بود پروردگار او را الله که به سیرکا مبدل گردانیده بود. وقتی برآورد حضرت عمر دید نمودی و مزه او را که دید سیرکا بود. پس در دست او تسلیمش کرد. صاحب کتاب به این مسئله و حکایت چی گفتنی بود؟ این بود که اگر انسان از صدق دل به سوی خدا توبه کند، الله گناهاش می بخشد. الله گناههای او را می بخشد. دوم این که یک انسان از هیبت عمر ترسید، خداوند به خاطر او سیرکا را عرق به سیرکا مبدل کرد. پس شخصی از خدا ترسد دیگر چی جای وصف اوست؟ حضرت عمر شلاق بر پشت این زد. گفت کوچه جای جمع شدن شما نیست. گفت پراکنده شوید. گفت این مرد گفت عمر گفت امیر المؤمنین شما خطا کردید. گفت حضرت تواضع او آنقدر بلند بود که سخن همه را گوش میکرد. سخن همه را گوش میکرد. عادی بودند. وقتی گفت خطا کردی، حضرت عمر وجودش لرزه گرفت. در حال قیامت و قبر به یاد حضرت عمر آمد. چیکار کرده باشم؟ جوان گفت ما مهمان هستیم، از راه دور آمدیم. این زنی که میبینی این زن نکاحی من است، این زن حلالی من است، این زن بیگانه نیست. لیکن ما در این شهر شما مسافریم، نمیدانیم که مسافرخانه شما در کجاست، نمیدانیم مهمان خانه شما در کجاست، نمیدانیم که جایی که ما استراحت کنیم در کجاست. همین خاطر ما با یکدیگر صحبت داریم که چیکار کنیم. وقتی این سخن حضرت عمر شنیدند، شلاقی که در دست داشتن امیر مؤمن ها، شما تصور کنید سردار مؤمن ها، شخصی که سخنش در امپریای فارس و در امپریای روم در تمام دنیا نفوذ میکرد، شلاق در دست همون مرد داد. گفت اگر تا همین شلاقی که در دست داری در پشت امیر مؤمن ها نزنی و قصاص خودت را نگیری، از پیش من تو سلامت نمی روی.
ببینین ترس ببینین، تواضع حضرت عمر ببینین. جوان شلاقه گرفتند و گفتند، امیر مؤمن ها گفتند من شما را بخشیدم. حضرت عمر دلش قرار نگرفت، باز دویم بار زن گفت قصاص تا بگیر، گفت من تو را بخشیدم. سوم بار حضرت عمر پیشنهاد کرد بگیر قصاصت را، گفت من تو را بخشیدم. حضرت عمر شلاقه از دست او گرفت، گفت خدا تو را در عوضی که مرا بخشیدی خدا تو را ببخشد. ببین این معامله را کی میکنه؟ باور کنین عادی ترین انسان ما و شما این گونه معامله را نمیکنه. یک برادر ما و شما با یک برادر قهری است، میگوی رو از اون کس تو عذر خواهی کن، رو با او سلام کن. باور کن وسواس شیطان آنقدر فراش گرفته است که پیش وی قدم نمیزنه. میگه من رو چرا من میروم؟ او کی از خودش؟ این جمله های هست که ماها را وسواس شیطان است نمیگذارد که پیش یک برادر مسلمان رفته و گردن خم کنیم و عذر از وی خواهیم. لیکن عمل حضرت عمر را ببینیم. ماها فخر داریم، ماها بسیار کبر بلند داریم. حضرت عمر رضی الله عنه تواضعهای ایشان بسیار خیلی زیاد است. من برای شما را باوری میکنم به خدا قسم. همین 10.5 سالی که حضرت کرسی خلافت زینت دادند، رئیس بودند، سردار حکومت بودند، اگر 10 جمعه فقط درباره تواضع حضرت عمر من برای شما صحبت کنم، صحبت ها باقی هست، صحبت ها یافت می شود. بیا میگذاریم به عدالت حضرت عمر. در زبان خرد و کلان ما و شما عمر عادل وجود دارد. همه ما و شما عمر عادل میگوییم. و چه عدالت داشت و از کجا این عدالت برای خود سرچشمه اخذ کرد؟ از کجا؟ حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم میگوید 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، امام عادل و شاب نشأ فی عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصداقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه متفق عليه. حدیثی هست که همه سیهای سیته روایتش میکنه. حبیب خدا میگوید ای بندگان خدا، بسیار با دقت باشین در این حدیث. بسیار حدیثی هست که شاید که شما کوشش کنین که از جمله این انسان ها باشین. پیغمبر خدا میفرماید کوشش کنین ای امتان اسلام، ای بندگان خدا کوشش کنین که از این 7 طایفه باشین. اگر کدام تو از جمله این 7 طایفه شدید، پروا نکنید، غمگین نباشید، دیگر هیچ پروایی نکنید که برای شما روز قیامت بهترین مکافات، بهترین مجازات انتظار است. از جمله 7 طایفه باشید. اگر شما از جمله 7 طایفه باشید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. رسول اکرم چی میگوید؟ اگر کسی از جمله این 7 طایفه باشد، روز قیامت پروردگار او را در زیر سایه عرش خود جای میکند. جوانای عزیز، به خدا قسم روز قیامت روزی هست که تمام ملائکه های مقرب میترسند. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل همه در لرزه این روز هستند. روز قیامت چنان روزی هست که به خدا قسم تمام پیغمبرها خوابی براحت شب ندیدند از ترس روز قیامت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید موی سر من و ریش مرا آیت هایی که در شأن قیامت آمد همگی سفید گردانیدند، همگی میترسیدند.
و حق ترسیدنی هم دارد، حق ترسیدن هم دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یعرق الناس یوم القیامت حتی یذهب عرقهم فی العرض 70 ذراعا، حتی ببین 70 ذراعا یلجموهم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ روز قیامت آنقدر دهشت دارد، آنقدر مشکلات دارد که حتی عرق بدن تو به زیر قدم تو تا 70 گز پایان می شود. 70 گز عرق بدن تو زمین تر می سازد. حتی رسول اکرم گفتند عرق شما زمین تر می سازد، بعد تر ساختن عرق شما بالا می شود، حتی مثل که اسفل جا می زنند تا راست لبهای شما عرق بدن شما می آید. همه این از چی خاطر است؟ فقط از وهم قیامت است، از دهشت قیامت است. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. خدا میگوید روز قیامت آنچنان روزی هست که ملائکه ها صف میکشند، بنده ها صف میکشند، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. هیچ کس سخن گفتن نمیتواند، هیچ کس دهان گشاده نمیتواند تا زمانی که اگر پروردگار برای اونها حق سخن گفتن نداده باشد. هیچ کس سخن گفتن نمیتواند. انا در همین روز مدهیش، انا در همین روز خیلی مشکلات، الله سایه عرشش بالای 7 طایفه، بالای 7 گروه سایه می افکنند. جوانای عزیز و برادرای خیلی مهربان، کوشش کنید از جمله این 7 طایفه باشید. کار کنید که از دنیا جان به حق تسلیم کنید، لیکن از زمره یکی از این گروه ها شما باشید.